باعث تأسف است که بعضی از نفران گمراه دست به کردارهای خلاف قانون زده سالهای طولانی عمر عزیز خویش را پشت پنجره‌های محبس سپری می‌سازند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه قبادیان، ساکن ناحیه مذکور رحمت شایف خرسند سال تولدش 1952 با عریضه مراجعت نمود که شب 14 دکبر سال روان شخصان نامعلوم غیر قانونی از باششگاه موقتیش واقع در کارخانه پخت تازه‌کنی دهه روشن‌آباد ناحیه مذکور 101 سر چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. گذرانیدن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی و فعالیت خوب و خدمت شبانه روزی کارمندان میلیسیا امکان داد تا جنایت آشکار و گمانبری آن دستگیر کرده شود. این نفر رحمت شایف اکمل سال تولدش 1993 ساکن جماعت دهات نیازوی ناحیه قبادیان می باشد. در رفت پرسش معین کرده شد که رحمت شایف اکمل شب 14 دکبر سال روان از آرامی شب و نبودن آدمان در گرد و اطراف استفاده نموده وارد صحن حمله کارخانه پخت تازه‌کنی واقع در دهه روشن‌آباد ناحیه مذکور گردیده از داخل عاقلخانه کارخانه 101 سر چارواهای خوری شاخدار را که به شهروند رحمت شایف خرسند تعلق داشت دزدیده از جای حادثه غیب زده است. با این کردار جنایتکارانش به جبریده تقریبا 98,000 سامانی ضرری جدی رسانیده است. یا سالیه اونا مولا گرفته دزدیده برماده بودم ترینی زاود رادا گرفتم رفتم رادا همون حدیثه که مولا گمشید موندگیش ماشین زد موندگیش پخه داشته. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه قبادیان نسبت رحمت شایف اکمل پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.